در آیت 94 ما شما گفتیم که حکم به اساس ظاهر در شریعت اسلامی میشه. امام مسلم رحمه الله در صحیح مسلم بابی را به این عنوان ذکر کرده: باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجه. امام مسلم رحمه الله میگه که این باب است درباره حکم درباره ظاهر، یعنی حکم همیشه در شریعت اسلامی به ظاهر میشه، چون از مسائل قلبی خود کس خبر نداره. و لحن بالحجه یعنی در این جمعه که بسیاری کسها در گپ زدن خود، در لهجه خود، در سیستم سخن گفتن خود بسیار قوی هست. و اینجا باز دمی باب حدیث را ذکر میکنه از ام سلمه رضی الله عنها که قالت گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: انکم تختصمون الی، شما پیش من میین دادخواهی میکنین، یا یکی مدعی میشه بالای یک کس ادعا میکنن، بناء مدعی و مدعی علیه پیش من میین. به خاطر چی؟ به خاطر قضاوت در همین مسئله که اینا در سر از او جنجال دارن. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، شاید یکی از شما یا بعضی از شما از بعضی دیگر در سخن گفتن و در دلیل گفتن و در قناعت دادن جانب مقابل ای بسیار خوب مهارت داشته باشه. فاقضی له علی نحو ما اسمع، ما باز فیصله میکنم مطابق آن چیزی که میشنوم. یعنی ببین در این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به ظاهر نظر میکنه، نمیگه که مثلا قلبش چی گپ است یا از قلبش خبر است، نه، میگه من وقتی دو نفر آمدن دلایل خدا گفتن، یک نفر بسیار زبان تیز داره و دلایل قوی گفته میتونه، در حالی که شاید حقش هم نباشه، و من چی میکنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من به ظاهر حکم میکنم. او کسی که برای من ثبوت بیاره، سند بیاره، شاهد بیاره، دلایل بیاره، من به ظاهر از او حکم میکنم، باورش امو چیزی را که ادعا کرده حقش برش میتم. فمن قطعت له من حق اخیه شیئا، چون ما به حساب ظاهر حکم کردیم، اگر ما به حساب ازی شما مرا بازی داده باشین و ما حق برادر مؤمن شما را بر شما دادیم، نظر به تیز زبانی و چالاکیتان، فلا یاخذه، ای باید نگیره. وقتی فهمید که حقش نیست، باز به ای که ما برش فیصله کردیم یه حقش نمیشه، چون ما به حساب ظاهر فیصله میکنم، اما از قلبش و باطنش به خبر ندارم، اون مربوط الله هست دیگه. وقتی فهمید که یه حقش نیست، فلا یاخذه، پس باید نگیره. فانما اقطع له به قطعه من النار، اگر من امیر فیصله کرده باشم و یه حق از این باشه، در حقیقت ما برای فیصله یک قطعی از آتش دوزخ کردیم، یعنی ای با این کار خود به آتش دوزخ میره. از این معلوم میشه که یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم با وجود از اینکه وحی برش میامد، لکن در مسائل قضایی که برش اینجا میامد، رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلفیت داشت که حکم به ظاهر بکنه و از قلب مردم برش خبر دادن نمیشد. همچنین امام مسلم رحمه الله میگه، یعنی در این قضیه که چی است، در این قضیه مثلا اختلاف دو نفر دیگه، اینجا الله بر رسول الله صلی الله علیه و سلم از قلب شخص برش خبر نمیداد که این قلبش چطور است یا چرا است، این مربوط به مسائل روز و زندگی هست، بنابراین رسول الله صلی الله علیه و سلم قضاوتش به خاطر ظاهر است. اما در دیگه مسائلی که باز مثلا حکم میگه که فلانی منافق است و فلانی کافر است و فلانی بیدین است و فلانی پلانش غلط است، او باز مسائل دیگه هست. اما در مسئله قضاوت کسی اینجا امر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه این مسائل من به ظاهر حکم میکنم و از قلب کسی خبر ندارم، و اگر کسی دلایلش قوی بود و زبان تیز داشت و حق برادر مسلمان خود گرفت و ما نظر به دلایل از او فیصله کردیم، پس به این گپ نشه که یعنی برو پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما فیصله کرد پس این مال حلال شد. حلال نمیشه. خودت که میفهمی که مال بر از تو نیست، پس باید این مال نگیری، در غیر از اون با همین فیصله ما مستحق پارچه از آتش دوزخ میشی. و همین قسم امام مسلم رحمه الله روایت میکنه از ام سلمه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرد؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که کسی به نزدش آمده بود که دادخواهی میکرد، و انما انا بشر، گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم که من بشر هستم، و انه یاتین الخصم، یک کسی مثلا خصم است یعنی مدعی هست، فلعل بعضهم
ان یکون ابلغ من بعد، شاید یک تعدادشون انزگاه کرده خوب بلاغت داشته باشن و فصاحت داشته باشن و خوب بتانن مثل وکیلای مدافع و مرا قناعت بدن. و احسب انه صادق، بدون حال ما فکر میکنم که راست میگه دیگه. و اقضی له، باز من بر از او فیصله میکنم. فمن قضیت له بحق مسلم، اگر ما فیصله کردم بر از حق یک مسلمانه، فانما هی قطعه من النار، یک پارچه از آتش دوزخ است. فلیحملها او یذرها، یا ایره حمل بکنه یا ایره ترک بکنه. به این شکل امام بخاری رحمه الله روایت میکنه که عبدالله ابن عتبه ابن مسعود رضی الله عنه میگه که ما از عمر ابن خطاب رضی الله شنیدم که میگفت ان اناسا كانوا یؤخذون بالوحی فی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردم در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم به حساب وحی میگرفتن. و ان الوحی قد انقطع، میگه حال وحی قطع شده. و انما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم، حال ما شما را به چی مؤاخذه میکنیم؟ با آن چیزی که در اعمالتان ظاهر میشه. فمن اظهر لنا خیرا امناه و قربناه، اگر از کسی خیر دیدیم ظاهرش به خیر بود، او را امنیت تا میتیم و او را به خود قریب میکنیم. و لیس الینا من سرایرته شیء، ما در مورد مخفی قلبی از در داخل از چی است ما خبر نداریم. الله یحاسبه فی سریرته، موضوعات سری از را الله کتش محاسبه میکنه. و من اظهر لنا سوءا، اما کسی که ظاهرا به ما نشان داد یک چیز بدیره، لم نأمنه، بر او امنیت هم نمیتیم و لم نصدقه، تصدیقش هم نمیکنیم. و این قالب اگرچه بگه که ان سریرته حسنه، اگرچه بگه که داخل از او چی است؟ نیک است. بنابراین این عمر رضی الله عنه که اینا هم از سلف هستن، اینا هم قولشان به چی است؟ به اینکه حکم به ظاهر میشن. علامه ابن کثیر رحمه الله بعد از ذکر این قول عمر رضی الله عنه باز میگه که و فیه دلالت علی الحکم بالظاهر، میگه این دلالت است به چی که حکم در شریعت اسلامی به چی میشه؟ به ظاهر میشه. امام شافعی رحمه الله میگه ان احکام الله و رسوله فی الدنیا علی الظاهر، امام شافعی میگه که احکام الله و رسولش در دنیا به ظاهر است، من امرهم، اینا در دنیا که به حساب ظاهر است، ظاهرش هم ما میبینیم فیصله میکنیم. و احکام الله علی الناس فی الاخره علی سرائرهم، باز احکام الله بالای مردم در آخرت به داخلشان است، که مثلا تو اینمی کار کردی در قلبت چی بود الله میفهمه، پس محاسبه الله در مورد بنده ها به حساب قلبیشان است. اما در دنیا به حساب ظاهر است. در ظاهر کس نماز خواند، ما میگیم نماز خواند، کلمه خواند، اطاعت کرد و به طرف قبله چیز کرد و نواقض ایمان در وجودش نیست، میگیم این مسلمان هست، ظاهر است. اما اگر در ظاهرش دیدیم که اعمال کفری میکنه و کافر است، میگیم کافر است. از قلب کس ما خبر نداریم و قلب مربوط الله میشه. به می خاطر امام شافعی میگه که احکام الله و رسولش در دنیا به ظاهر است و احکام الله در آخرت بر من به باطنش است. باطن مسئله آخرت است که الله هر کس از باطنش محاسبه میکنه. مثلا یک نفر پیش مردم بسیار خوب نمازخوان است، روزه میگیره، عبادت میکنه، لکن باطنش به الله معلوم است که صادق نیست. پس الله بس قلبش و از نیتش الله محاسبه میکنه. لان الله لا یطلع على سرائر غیره، به سرائر مردم الله کسی را اطلاع نمیده. در آیت 95 سوره النساء حکم مجاهدین و قاعدین، در این آیت شریف الله متعال می فرماید که لا یستوی القاعدون من المؤمنین، میگه مساوی نیست کسایی که ششتن در خانه های خود از مؤمنان، غیر اول الضرر، یعنی بغیر از کسانی که مثلا نابینا هستند یا کسانی که مریض هستند یا کسانی که عذر دارند، و المجاهدون و مجاهدین، میگه انسان هایی که نشسته اند یعنی قاعد هستند، در جهاد نرفتن، در منازل خود ششتن، اینا با امرای زنا مساوی نیستن با امرای مجاهدون فی سبیل الله، کسایی که جهاد میکنن فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، مال خود مصرف میکنن و هم نفسا در جهاد فعلا حضور دارن. الله متعال میگه فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم، الله متعال فضیلت داده مجاهدین به اموالهم با مالهایشان و انفسهم و نفسایشان، علی القاعدین درجه، نسبت به کسایی که نشستن، نسبت به اینا یا درجه دارن.
و کل وعد الله الحسنى و تمامی وعده های الله بسیار عالی هست. و فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. الله متعال مجاهدین نسبت به قائدین اجر بسیار بزرگ چی کرده؟ نصیب کرده و این فضیلت بزرگ را الله برای ما داده. پس در این آیت شریف فضیلت مجاهدین و درجه مجاهدین نسبت به قائدین، کسایی که قائد هستند و نشسته هند خانه های خود و عذر هم ندارند و سهم نمیگیرند در جهاد. برای ابن عازب رضی الله عنه میگه که لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اول الضرر. میگه لما نزلت، میگه وقتی که این نازل شد امی آیت شریف، جا عمرو بن ام کلثوم، وقتی که آیت نازل شد که لا یستوی القائدون من المؤمنین، دیگه اینجا میگه عمر ابن ام مکتوم میگه به نزد نبی صلی الله عمرو ابن ام مکتوم به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و کان ضریر البصر. میگه این چی بود؟ نابینا بود. فقال یا رسول الله ما تأمرنی. میگه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من چه امری میکنی؟ فانی ضریر البصر، مخو نابینا هستم. فانزل الله هذه الآیه. دیگه میگه نازل شد امی آیت شریف. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که آتو بالکتف و الدوات او اللوح و الدوات، گفت بیانین امو شانه گوسفنده به همراه امو رنگ که این آیت تکمیل یا آیت نوشته کنیم. به هر صورت او اللوح و الدوات یا تختر بیانین همراه امو رنگ که این آیت نوشته کنن. پس اینجا از این معلوم میشه که کسایی که نابینا هستن یا عذر دارن به غیر از اینا، اما دیگرها که هستن اینا پیش الله یعنی ملامت هستن و در پیش الله مسئولیت دارن و این مسئولیت ما کل ما داریم در صورتی که قاعد هستیم، نشسته هستیم در خانه های خود و در صف مجاهدین قرار نداریم. از این خاطر ما چی هستیم؟ این گناه بسیار بزرگ هست و اشتباه بزرگ است و فقط یک چیز است که مثلا اینجا قائدون من المؤمنین گفته هست. از این خاطر میگن که با این کار خود از ایمان خارج نمیشن، به خاطر که قائدون من المؤمنین گفته کسایی که نشسته از مؤمنا یعنی اجرشون کم است و مؤمن هستن، لکن به اون درجه و اون فضیلتی که مجاهدین دارن، خصوصا مثلا وقتی میگن مجاهدین درجه دارن. و قبلا ما شما گفتیم که در مورد درجات که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که مثلا درجه یک درجه که در جنت است با درجه دیگر به اندازه زمین و آسمان اینقدر تفاوت دارن. بنابراین مجاهدین دقیق مقام بسیار عالی هستند. و باز در آخر آیت باز الله متعال میگه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین، و فضیلت داده الله مجاهدین نسبت به کسایی که شیشتن اجرا عظیما، اجر بسیار بزرگ. سبحان الله. برای اینا الله متعال این اجر بسیار بزرگ نصیب کردن. درجات منه، آیت 96 میگه که درجات منه و مغفره و رحمه. سبحان الله. هم درجه ها است، هم مغفرت است، هم رحمت است. و کان الله غفور رحیم، و الله متعال غفور و رحیم هست. این حال در آیت 96 الله متعال چی گفت؟ درجات منه، درجه ها. اینجا باز میگه درجات منه، این حال درجه هاست و مغفرت است و رحمت است. و کان الله غفور رحیم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ابي سعيد الخدري میگه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا وجبت له الجنه. کسی که گفت که الله راضی هست به ربوبیت الله و به دین اسلام و به رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بالای از جنت واجب میشه. فعجب له ابو سعید، میگه ابو سعید به تعجب کرد. فقال اعدها علی یا رسول الله، میگه گفت که رسول الله صلی الله علیه و سلم همین سخنتان دوباره بگوین. فاعادها علیه، بازی رو بهش تکرار کرد. ثم قال و اخرى یرفع الله بها العبد 100 درجه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که دیگه عملی هست که
برای انسان، بر بنده الله 100 درجه بلند میکنه فی الجنه، در جنت 100 درجه در جنت بلند میکنه برای بنده 100 درجه. بله، ما بین کل درجتین کما بین السماء و الارض، در بین هر درجه مانند آسمان و زمین است. سبحان الله. یک گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برای بعضی اشخاص الله متعال در جنت 100 درجه میده که در بین هر درجه ازی به اندازه زمین و آسمان فاصله هست. چقدر مقامش عالی است. قال و ما هی یا رسول الله، میگه گفت چی است ای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت الجهاد فی سبیل الله، الجهاد فی سبیل الله، رواه مسلم. گفت جهاد برای الله هست، جهاد فی سبیل الله هست. بناء به شخص مجاهد 100 درجه داده میشه که هر درجه ازی به اندازه زمین و آسمان هست. سبحان الله، چقدر درجات است. و ای که مغفرت برش میشه، تمام گناهاش بخشیده میشه و رحمت الله بالای نازل میشه. این چی مقام عالی است. سبحان الله که الله متعال به این مجاهد نصیب کرده. و قتاده رحمه الله میگه که کان یقال الاسلام درجه، میگفتن که اسلام درجه هست، هجرت به اسلام درجه هست، جهاد درجه هست، قتل فی الجهاد یعنی شهید شدن در جهاد درجه هست. امام ابن کثیر رحمه الله میگه ثم اخبر تعالی بما فضلهم به من الدرجات، میگه باز الله متعال در اینجا خبر کرده که برای مجاهدین این درجه ها هست. فی غرف الجنان، در قصرهای جنان، جنت ها، العالیات که بسیار عالی مقام هستند، و مغفرت الذنوب و الزلات، الله متعال که هم درجه بلند بر از میده و تمام گناه ها و اشتباهات و لغزش های از اینا بخشیده میشن. و حلول الرحمت و البرکات، حالا از اینا رحمت و برکت الله نازل میشه. احسانا منه و تکریما، این احسان و تکریم هست که الله متعال برای مجاهدین فی سبیل الله داده است که الله متعال همه ما را نصیب بگردانه، هم جهاد فی سبیل الله و هم شهادت فی سبیل الله. اللهم انا نسألك الجهاد والشهادة في سبيلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.